برای 1,000,000 دلار کدوم تخت رو برای 24 ساعت انتخاب میکنی؟ تخت اول، نون و صابون. جالب نیست، دوستش ندارم. تخت دوم، چه باحاله. کیک توت فرنگی، این خوبه. تخت آبی، این چه تختی واقعا، خفه میشم. تخت حبابی نرمه ولی خب ممکنه کف کنه آدم. این چی؟ تخت نونی، آره این نرمه، اینو دوست دارم، اینو میخوام. تخت برگی، این چه آشغالی، اصلا خوب نیست، اصلا نمیخوام، اصلا خوب نیست. تخت ابری، اینو میخوام، این بهترینشونه، خیلی خوبه، عالیه. تخت یخ، بابا یخ میزنم منجمد میشم، این چیه؟ اصلا خوب نیست. تخت گلگلی، دوستش ندارم، از بوی گل خفه میشم. خب تخت سلفون، خرش خروش میکنه، نمیذاره آدم بخوابه، اصلا خوب. تخت مرواریدی، این محشره ولی ممکنه کم آدم رو سوک بده. من تخت ابری رو دوست داشتم، تو کدوم تخت رو دوست داشتی؟ نظرت حتما برام بنویس، فالو یادت نره.